ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. آیت 188 سورة بقره. در آیت قبلی الله متعال احکام روزه را بیان کرد، صیام، و بر مؤمنین مباح کرد استفاده کردن با طعام و خوردنی و نوشیدنی در شب رمضان. اینجا الله بیان میکند که مال یک کسی را بناحق نخورید، با باطل، غصب باشه، زور باشه، سرقت باشه، فریب باشه، خیانت باشه. اگر میخواین عباداتتان قبول شود از حرام اجتناب کنید، چیزای حرام، رشوت و غیره استفاده نکنید. و یک سوال دیگه صحابه کردن در ارتباط مهتاب که چرا می اول بسیار نازک است، باز زیاد شده و کلان شده میره. الله متعال جواب میگه که بر اوقات عباداتتان، روزیتان، حج است و می قسم عدت خانم ها معلوم شود. خب قبولیت عبادات ارتباط داره به یک از حرام اجتناب کنید. ولا تأكلوا نخورین اموالکم، مالهایتان را، بینکم در بین خودتان، بالباطل، به طریق باطل، و تدلوا بها الى الحکام، و نبرین بها می مالهایتان به حاکما و قاضیا، لتأكلوا فریقا من اموال الناس، تا اینکه بخورین یک حصه مال مردم را، بالاسم، و گناه، و انتم تعلمون، در حالی که شما میفهمین. حال الله میفرماید که اگر عباداتتان میخواین قبول شود از حرام اجتناب کنین. لا تأکلوا اموالکم بینکم. اموالکم مالای یک دیگره، مال خود نه. اگر که خطابه مالای تانو نخورین، یعنی مال یک دیگر تانه، بینکم در بین خودتان، بالباطلی، به طریقی که الله مشروع ندانستگیست. او کدام است؟ و غصب کردن است. غصب به زور میگیری، حرام است. مال کسی را، خانهش میگیری، موترش میگیری، زمینش میگیری. چه قمیال غصب میکنن، میگن حرام است. دیگر رشوت میگیری، به طریق رشوت نه، حرام است. و طریق قمار میزنی، پیسه جمع میکنی، به طریق باطل. مال یک دیگر میگیریم به این طریقه. سرقت میکنه، یا باطل است. سود میخورین، از طریق سود مال یک دیگره. فریب میتی، یک نفر مالش میخوری. اینی گرفتن مال به این طریقه و مثالای دیگری هم داره زیاد. با باطل استفاده نکنین. و تدلوا بها الى الحکام، و نبرین بها به مالتان الى الحکام، به طرف حاکما. تدلو ادلا، از دلو گرفته شده ادلا. در اصلش اعلا کردن دلچه در چا است. دلچه را در چا میپرد، دولک میگن، دلوه. باز هر القا، هر چیزی که انسان سخن به یک کسی القا کند، یا فعل یا عمل، او را کلمه تدلو یا ادلا استعمال میشود. اینجا الله متعال از طریق رشوت با قاضی میتی مال مردم میگیری، این را منع میکنه. مال ایتو نخورین که و تدلو میبرین بها به مال الى الحکام، به حاکما. حکام جمع حاکم، حاکم قاضی. با قاضی مال میبری، پیسه رشوته. و هدف چی است؟ لتأکلوا فریقا من اموال الناس، تا که فریق، یک حصه مال مردم بخورین. رشوت نتین که مال مردم بگیرین به رشوت دادن. از اینجاست که بعضی ها میگن که اگر یک کسی به خاطر حق خود، گرفتن حق خود، مال به حاکم بده و دیگر ها نباشه، کوشش کنه نشه مگر به طریق رشوت، میگه بازی رشوت نیست، گناهگار نمیشه. اما اگر به این خاطر رشوت میده که حق مردم بگیره یا مال مردم، یا واسطه میکنه، میگه وظیفه است اونجا کل، اگه اونجا آمده 100 نفر تو واسطه میکنی، حق مردم است، حرام است. این مقرری ها اکثرش، اکثر مقرری ها در ادارات از طریق واسطه و رشوت میته، خدا مقرر میکنه، ریاست میگیره، این حرام است. یک جای را میگیره یا مال مردم هم میگیره.
امیالی تو دعوا میکنن سر مال مردم، با قاضی ها پیسه میتن میگیره، زمینش میگیره، دکانش میگیره، موترش میگیره. از این طریق الله میگه نکنین این که نبرین مالایتان با قاضی ها تا که بخورین یک سه مال مردم را به گناه، یعنی میفهمین که اینمی گناه است. و انتم تعلمون، در حالی که شما میفهمین که باطل هستین، به حق نیستین. در این باره حدیث است که فیصله قاضی یک حرام حلال کرده نمیتونه. یک کسی مثلا حق نداره، دعوا میکنه، از طریق دعوا مال کسی را میگیره پیش قاضی، چالاکی میکنه یا هر چی که میکنه. این تو نمیشه که آدم بگه قاضی به نفع من فیصله کرد از ما شد. نه. رسول الله صلی الله علیه و گفت قاضی بود در مدینه، رئیس دولت هم بود، قاضی هم بود، حاکم هم بود. یک نفر آمد دعوا کرد. پیامبر صلی الله علیه و گفت خبردار، یک کسی از شما دعوت میکنه دلایل میاره، من غیبدان نیستم، گفت من به اساس دلیل فیصله میکنم، ولی یک نفر نگوید که رسول الله صلی الله علیه و ما فیصله کرده این حلال است. گفت اگر کسی حق نداره و ما برش فیصله کردم، گفت فینما اقطع له النار، گفت ما یک کسی نار برش جدا کردیم، آتش میگیره. یعنی فیصله قاضی یا مولوی مفتی نیک به نفع یک کسی به اساس چالاکی و غیرش چیز حرام و حلال نمیسازه. کسی حق نداره بسیار چالاکی میکنه، میای ایتو جانم مقابلش گپ زده نمیتونه، نه؟ ایام به نفع ازی فیصله میکنه، این حلال نمیشه. حکم حاکم حرام و حلال کرده نمیتونه، باید در حقیقتش حلال باشد. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. سوال میکنن صحابه است عن الأهلة، از اینمی محتاب، ماهای محتاب. قل بگوی پیامبر هی مواقیت، این اوقات است، تعیین اوقات است للناس برای انسانها و الحج، بخاطر تعیین ماهای حج است. ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظهورها، نیست نیکی این که بیاین شما خانهایتان از پشت سرش، ولكن البر من اتقى، لیکن نیکوکار کسایی است که تقوا دارن. و اتوا البیوت من ابوابها، بیاین خانهایتان دروازش. واتقوا الله لعلكم تفلحون، از الله بترسین، تقوا کنین، حکم الله را عملی کنین تا اینکه کامیاب شوین، از آتش نجات پیدا کنین. اهله جمع هلال، محتاب ها. هلال چرا میگه؟ اول حال القمر، اولین حالت محتاب. این تو باریک معلوم میشه، کلگی میبینی عربا که میدیدن میگفتن چیق میزدن، هلال میگفت، محتاب دیدیم، محتاب. اون محتاب نوش، وقتی که مردم میبینن باز چیق میزنن. بعد از اون که خوب کلان شد قمر میشه، بعد از اون که 14 و 15 شد بدر میشه. بدر محتاب 14 میگه، نه؟ نگام تا مثال هم میگه محتاب 14 وارد، نورش خوب کامل میشه، روشنیش. اینا سوال کردن که چرا ای خرد و کلان میشه؟ الله میگه ازی پرسان نکنین، شما این گپا رو نمیفهمین، از حکمتش پرسان کنین. چرا؟ بگو چی حکمت از دی؟ خرد است 2 3 4 5 10 معلوم میشه، از حکمتش پرسان کنین. از حکمت پرسان شو، از حکمت، فوایدش، منافعش پرسان شو. الله میگه به این خاطر است که اوقاتتان رو بفهمین، ماهای اسلامی را، ماهای حج را بفهمین، روزه را بفهمین. رسول الله صلی الله علیه و میفرماید که صوموا لرؤیته و افطروا لرؤیته، روزه بگیرین به دیدن مهتاب، افطارم کنین به دیدنش. فین غم علیکم، اگر ابری شد به بالای شما، فاتموا 30، 30 را پورا کنین. اب مهتاب دیدی شروع کن روزه را، ابری شد معلوم نیست، ما 29 30 را پورا کن. 30 پورا شد خلاص. اگه ابری نبود مهتاب دیده میشه. 29 هم شد مهتاب رمضان که دیدی روزه میگیری، شوال که دیدی افطار میکنی یا عید میکنی. الله میگه این مهتاب به خاطر عزیز که اوقات تا تعیین کنین، اوقات عبادات. اصل ماه قمری ماه اسلامی همی است، ماه اسلامی ماه قمری است. قل بگوی پیامبر هی مواقیت، اینمی مهتاب مواقیت للناس، مواقیت جمع میقات یعنی اوقات است
بل برای انسان ها و اوقات، یعنی برای شناخت اوقات است برای انسان، کل انسانیت. و الحج، و بخاطر عبادت حج، این همین مهتاب است که شوال ذوالقعده ما شما حج میشناسیم. روزه را میفهمیم، زکات سال پورا میشه، زکات میتیم. ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظهورها، نیست نیکی با داخل شدن شما خانه هایتان از پشت سرش، مثل که در جاهلیت میکردین. این بدبختا در حج عمره که میرفتن احرام بسته میکردن، وقت یا در سفر میرفتن که میرفتن از دروازه که میامدن در دروازه داخل نمیشدن، میفتن خرابی میشه، کدام کار بد میشه، ایتو میشه، از بالای چت سوراخ از اونجا داخل میشدن، یا زینه میماندن در سر دیوال باستا میشد، میگفتن از رای دروازه نمیریم. داعش که میرم میگه فجیرا گناهگار برآمدیم، باید از رای پاک باید داخل شد. کارایی میکردن در جاهلیت، بسیار گپا بود. ولی الله میگه که این کارا رو نکنین. نیکی نیست که دروازه رو از پشت سرش بید، در این کدام عمل نیک نیست، از پشت سر میید. مثل که اگام تو مریدای پیر که میبرایه یوازی که پشت خواهد دار بود این قسمی میبرایه نه، با قهقرا میره نه، رویش طرف پیرت پای خود این قسمی کده میره. کار نکنی پای تا نه قسمی از پشت سر میره، ده این نیکی نیست. یا پیره که دید که الله تا میکنه، در رکوع حرکت میکنه یا به سجده میره. این از پیش خود دین جور نکنین، این هم دین جور کرده بودن الله، دین نیستی. واتوا البیوت ولکن البر من اتقا، بر صاحب نیکی کسی است که تقوا میکند. تقوا چی؟ عمل صالح، امر نهی الله را عملی کن. تقوا که آمد فرایض در ذهنت بیا، حرام اجتناب کن، اینی می کار کردی تقواست. واتوا البیوت من ابوابها، بیاین خانه‌هایتان دروازه‌شان، مثل که هم مردم در دروازه داخل میبراییم و دروازه برای داخل هم میشه. پیش خودت تی چیزا جور نکن. واتقوا الله لعلکم تفلحون، بترسین از الله. واتقوا الله چه معنا؟ حکم به تقوا کده. واتقوا الله، حکم الله را عملی کنین، دستورش فرایضه، از آنچه که الله حرام کرده منع کرده اجتناب کنین. لعلکم تفلحون، تا اینکه شما کامیاب شوین. کامیاب چی؟ از آتش نجات بیافین، جنتا و نعمتا نصیبتان شود، خوشبختی دنیا نصیبتان شود. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. وقاتلوا بجنگین فی سبیل الله، بخاطر حاکمیت دین الله، بخاطر از قانون قرآن حاکم شود در دنیا. الذين با کسای یقاتلونکم که با شما می جنگن، ولا تعتدوا تجاوز نکنین در جنگ. ان الله لا يحب المعتدين، بدون شک الله دوست نداره متجاوزین را. هر کسی تجاوز کند الله دوستش نداره. متجاوز الله نفرت داره، بد میبره، جزا میته متجاوزه. این اولین آیه است که برای قتال حکم شدگی است. ابوالعالیه میگه اولین آیه است آیت قرآن که الله حکم کرده به قتال. نفس اجازه قتال در صورت چی داده شده بود؟ حج. وزن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. اجازه داده شد با کسایی که با اونا جنگیده شد، ظلم شد سرشان، مؤمنین ظلم کردن اهل مکه. مسلمان ها اول دعوت خدا را در مکه آغاز کردن به صورت مسالمت آمیز، دعوت میدادن، گفتمان میکردن، نه سلاح گرفتن، نه خشونت کردن، نه جنگ کردن، این تو گفتمان بحث دعوت میکردن. کافران نماندن، همین مشرکین مکه بند کردن، گفت گب نزنی، گفت دعوت میکنم، حق بیان میکنم، گفت نکو بیان. رسول الله صلی الله علیه شدن، صحابه را زدن، بعضی را شهید ساختن. مهاجر شد مسلمان ها، آزادی عبادت نبود، آزادی عقیده نبود که مسلمان عقیده خدا بیان کنه، آزادی دعوت نبود. کار به اسلام بند کردن، که بند کردن الله یک راه را برشان باز کرد که کافر جزا بده. فکر کردن که ما کامیاب میشیم، الله ناکام میشه. الله اجازه داد به قتال که جهاد کنین، حال جنگ جایز است.
در اینجا وقتی که مسلمان ها مانع شد، مسلمان ها حالا ایسو دعوت ها رو شروع کرد، اهل مدینه مسلمان شد، حکم هجرت شد، هجرت کرد، آمد دولت جور شد، نظام قوت و ارتش جور کردن. اولین بار الله حکم کرد که بجنگین با متجاوزین، کسایی که با شما می جنگن. این اولین آیت است که امر به قتال شد، یعنی قتال فرض شده، فرض قاتلو، در برابر کی؟ کسایی که با شما می جنگن، کسایی که مانع دعوتتان میشه، مانع دین، مانع قوانین دینی میشه، نمیمانه که احکام و قوانین خالق جهان تطبیق کنین، به همراه زودتوی تو ظالما بجنگین یا کافر هستن. بعضی میگه اولین آیت است و حکمی است که الذین یقاتلونکم، با کسایی که با شما می جنگن، کسی که نمی جنگه جنگ نکن، دفاعی سی. بعد از اون میگه دیگه آیت آمد بازی رو منسوخ کرد، آیت هایی که دمی صورت بعضی میگه وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه، یا ای که در سورت توبه میگه آمد وقاتلوا المشرکین کافتا، با مشرکین با همگیشون بجنگین، کما یقاتلونکم کافه. اینی آیت ها که آمد فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم، هر جای گیرشان کرد، دیگه بازی منسوخ شد. اگر به این معنا باشد که با کسای بجنگین که اونا با شما می جنگ، اگر این معناشه، اگر این معنا نشه، ابن کثیر میگه الذین یقاتلونکم، این یک انگیزه دادن است با مجاهدین، یعنی بجنگین با کسایی که اونا با شما می جنگه و شما رو میکشه، بکشین، اونا شما رو میکشه، شما اونا رو باید بکشین. میگه منسوخ نیست. مثل که در آیت دیگه الله میفرماید که وقتلوهم حیث ثقفتموهم و اخرجوهم من حیث اخرجوکم، بکشین یا شما را بیرون کردن، بیرونشان کنین، به خاطر اینا شما را بیرون کردن. اینا مثل ازی است. خب به هر صورت اینمی دو معنا را داره. هر جایی که الله مسئله قتال بیان کرده چی میفرماید؟ وقاتلوا فی سبیل الله، فی سبیل الله. این بسیار مهم. مجاهد که جهاد، مومن که جهاد میکنه، قتال میکنه، باید به خاطر چی باشد؟ فی سبیل الله، به خاطر حاکمیت دین الله. فی سبیل الله رسول الله صلی الله علیه و سلم تفسیر کرده که مال قتال فی سبیل الله، چیز قتال فی سبیل الله؟ ابو موسی اشعری گفت که رجل، یک مجاهد است، یقاتل للمغنم، به خاطر غنیمت می جنگه، پول پیسه، موتر بگیرم، رنجر بگیرم، بخیر قماندان شام دم رنجر. یک کس دیگه به این خاطر می جنگه که لیورا مکانه، تا که مکان از او را ببینه، شجاعت ببینه، یعنی جایگاهش مردم قهرمان بگه. بعد به خاطر شجاعت. و رجل یقاتل للحمیه، به خاطر قومیت، قوم سمت است، تنظیم است، تنظیم جنگی. فمن فی سبیل الله، کدامش در راه الله است که شهید شوه و ثواب بگیره. رسول الله هم گفت که من قاتل لتكون کلمت الله هی العلیا فهو فی سبیل الله. حصر کرد هر کسی که می جنگه تا که قانون الله، نظام عدل الهی که قرآن است، این قوانین ازی حاکم شود، فهو فی سبیل الله، این می در راه الله. اگر زحمت میبینه و نه تکلیف میبینه کلش اجر است، اگر میمرم شهید است. اگر به خاطر قهرمانی بود و قومیت بود و قدرت بود و این گپا بود، نه، یه آدم شهید نمیشه. حتی ما کسی که در جبهه باشه، هدفش اعلای کلمت الله نباشد، او را ما مجاهد گفته نمیتونه، مجاهد برحق. و اگر میمرم شهید نیست. شاید پیش ما و شما شهید باشه، ما ظاهرش ببینیم، ولی پیش الله شهید نیست. دیگه نیت بسیار مهم است. انما الاعمال بالنیات، در هر عمل نیت انسان باید، اراده انسان، قصد. اگر یک غریب برین در خانه یک همسایه روان کردی، هدفت الله نبود، هدفتی بود که میمان بیاد در خانه شو هم به مرایی کنه، هیچ بی ثواب. اکثر هم میطوره است که روان که میگه به همسایه، باز میمان کسایی میگه میمان شامت تا با ما چیز نورد، نه اوه میگه نفهمیدی آدم، دیگه روان نکنی برش، میگه نه دیگه غریب بر اینجا روان نکن، هیچ نفهمید. چرا نفهمید؟
هدفش بود که یک غوری برنج میتم، 2 غوری باید برم بیا که نامد، حالا دیگه نمیکنم. شاگردان که استاد میبینن السلام علیکم، هدفش یک نمره بتی، خب سلام، یک نمره میخواد، 2 تا سلام داد، 2 نمره، 3 تا اینه میتون. بعضش اینم قسمیت، به خاطر که باز استادش نباشه هیچ سلامت نمیده، میرم میفهمی که این مرضی بوده، به خاطر نمره سلام داد. حالا مردم یک سلام بی هدف نمیده و سلام خالی را. توبه چه حالتی آمده، چه نیت ها خراب شده. هر عمل ما به خاطر الله باشه. حج میکنیم به خاطر الله. بعد مردم که بگوی نگو آجی میگید، هرچی بگوی نگو آجی میگه نه آجی صاحب الحاج فلانی، تو میگه هدفت الله باشه. وقاتل الذين بجنگ ای مؤمنین فی سبیل الله، بخاطر حاکمیت دین الله، حاکمیت نظام عدل الهی، بخاطر تحکیم عدالت. عدالت چیست؟ نظام اسلام و قرآن و سنت. با کی بجنگیم؟ الذین یقاتلونکم، با کسایی که با شما می جنگن، یعنی می جنگن با شما. ولا تعتدوا، تجاوز نکنین در قتال. مجاهد هستی، جنگ میکنی، هوش کده باشی که سلاح پیش آمد، ظلم نکنی، تجاوز نکنی. چرا؟ ان الله لا يحب المعتدین، بدون شک الله متجاوزین دوست نداره. و تجاوز چی بود؟ رسول الله صلی الله علیه و اخلاق جنگ بیان کرد. خب مجرمین جنگی را رسول الله تعیین کرد که مجرمین جنگی است. میگفت صحابه که میرفت، حدیث بخاری مسلم زیاده، میگفت اغزو فی سبیل الله، غزا کنین در راه حاکمیت دین الله، مخاطر تحکیم عدالت در دنیا جهاد کنین. قاتلوا من کفر بالله، بزنگین با کسایی کفر کرده با الله. بعد میگه ولا تقتلوا ولیدا، اطفال نکشین. مشکل این قریه کافر خوب کتید جنگ، 1 سال 2 سال 20 سال جنگ، حالی که تو اونجا فتح کردی میکشی اطفالش؟ نه. رسول الله صلی الله علیه و مشرکین مکه 20 سال با امرایش جنگ کرد، 20 سال، 21 سال، حتی 23 سال، 21 سال. پیامبر صلی الله علیه و فتح کرد، اطفالش کشت؟ نه. حالا این بیدینا دیدین حلب فتح کرد چی کردن؟ زنها را کشتن، چی ظلم نکرد، تجاوز کردن. اطفال نکشین، زنها را، ولا تقتلوا النساء، نساء را نکشین، مردای پیر نکشین، کسایی که عبادت میکنن، درختها را میگفت قطع نکنین، خانه را تخریب نکنین، کشتکار مردم در نتین، مشکل باشه. اینی را میگه. برعکس از این جنایت جنگی است. خب یا چی میکنن؟ شفاخانه، هر جای بم میپرد، پرت در شفاخانه، پرت در مردم در نانوایی استاده، تو جا بم میپرد. نه سر طفل رحم میکنن، نه سر زن رحم میکنن. نامش ماندن که قوانین جنگ و جنایت جنگی. خب این میال روز زد سوریه را یک تباه کن، حیوانش نماند، حیوانش بمبارد کرد. حیوان چی گناه کرده؟ ملل متحد اینا گفت جنایت جنگی است. خود جنگی است. میگه هستم چی میکنیش؟ هیچ. چی هست شما؟ این جنایت جنگی است. بی دیناره. جنایت جنگی خود چی کار کردی؟ جنایت جنگی است. خب بگی رابطه تا با روز قطع کنه، کل کشورها قطع کنه، تحریمش کن. یا بگی که دیگه کشورها ورده مجازاتش کنه. چی جزاست؟ این جزا نیست. کدام جزای برش تعیین نکرده. اول رسول الله صلی الله بیان کرده. خب اصلا این کافرها از ما یاد گرفته. خب از ما و شما مجاهد شدی، ظلم نکنی در جهاد، مال مردم به حرام نخوری، صلاح در دست آمد، توبه. یقب مجاهدین هم ظلم کردن دم دوران جهاد هم. تو ظلم میکردن، مجاهدین هم بسیار ظلم کردن. وقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. وقتلوهم بکشین کافران حيث ثقفتموهم، هر جای کنار پیدا میکنین. ثقفتموهم، سقف چی نمیگه؟ کسی را که تحت چیزت میاری، کنترولت به زور، به چالاکی، به هوشیاری. ثقافت اسلامی چی نمیگه؟ ثقافت به معنای هوشیاری، زیرکی.
انسان ثقیف انسانی که ماهر باشد، هوشیار باشد، ذکی باشد، خوب فهمیده شود، خوب فهمیده باشد. ثقافت اسلامی نه؟ و اخرجوهم من حیث اخرجوکم، بیرون کنین اینا را از اون جایی که شما را بیرون کرد. والفتنة اشد من القتل، شرک و کفر مانع شدن از دین الله بسیار جرمش بالاست از قتل، از کشتار کرده. ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام، نکشین کافرها را، جنگ نکنین به همراهشان. عند المسجد الحرام، در نزدیکی مسجد الحرام. حتی یقاتلوکم فیه، تا اینکه اینا به همراه شما بجنگن. فان قاتلوکم، اگه اینا قتال کردن به همراهتان جنگیدن، فاقتلوهم، اگه اونا آغاز کرد با شما بکشیشان. کذالک جزاء الکافرین، اینمی قسمت جزای کافرها. هر کافر الله تو جزا میده که زمانی که ظلم کند، تجاوز کنه. وقتلوهم حیث ثقفتموهم، بعضی میگه بینی آیت منسوخ شده. وقتلوهم، بکشین کافرها را. حیث ثقفتموهم، هر جای که اینا را با هوشیاری و زیرکی و تکتیکات جنگی گیرشان میکنه. در جنگ یعنی تحت کنترل تامات دیش. اگر نه خدا میکشه، نه ایسو میکشه. در هر جایی که گیرشان کرده. اول حکم آمد. هر جای چی مانا؟ حیثو مکان، فی ای مکان، در حل باشه، زمین حلال، حرم باشد، حرم بیت الله، اونجا جنگ حرام است. اول هم گفت واخرجوهم من حیث اخرجوکم، بیرون کنین اینا را از اون جایی که شما را بیرون کردن، یعنی از وطنتان شما را کش، شما هم بکشیشان. مثل که از مکه شما را بیرون کرد، شما هم بکنین. والفتنة اشد من القتل، فتنه مؤمن از دینش. خب فتنه چه معنی؟ گردانیدن مؤمن از دینش توسط کافر. اشد من قتلی، شدید است از قتل مؤمن کرده. مؤمن هم بکشی خیر است، ولی از دینش دورش ند، والله سخت. یکم تا که میگه فلانی مرد خیره، در راه الله بمره. اون بسیار درجه است. اگر دزگیرت کرد، از چیز کشیدت، از دینت گشتاندت، این بسیار خطرناک است. این اگر جایش خود در جهنم روانش میکنه. یک معنا همی در فتنه انداختن مؤمن در کفر بسیار شدید است از کشتنش کردن. این جرمش بالاست، شدید است جرمش. یا این که والفتنه تو یعنی شرک مشرکین، کفر کافرها، اشد بسیار زیاد از گناهش من القتل، از قتل شما اینا را در حرم. یعنی اگر شما اینا را در حرم میکشین، در نزدیکی بیت الله، اوقع گناه نیست. ولی که یا کفر میکنن، در شرک میکنن، این بسیار گناه. شرک بسیار گناهی شد بالاست. یکم تو میگه قتل و قتال، دم کشی و زیاد گناه نداره، شرک کرده. این دو معنا. وقتی که اینا این کافرها قتل بسیار گناه کلان میدانن، خودشان کافر است، مردم بیدین کردن رایستن هیچ. الله میگه شرک، کفر، بیدین کردن مؤمن اشد من القتل، جرمش از کشتار کرده بسیار بالا. اگر مؤمن یک کسی را میکشن، شما کفر میکنین، گناه شما بالاتر است. میفهمین؟ این اصل جواب سوال است. کافران میگفت که چه قسم شما مسلمان هستی در حرم جنگ میکنی و در ماه حرام جنگ میکنی و ما میکشین انسان ها را، بسیار گناهگار هستین. الله میگه از گناه خود خبر است یا نه؟ والفتنه تو شرک و کفر که شما دارین، مردم کافر کرده رایستین، جرم ازی اشد من القتل، بسیار بالاست از اینکه کسی مسلمان ها شما را میکشه. واقع گناه نیست. پس اینجا این در صورتی است که بازی مسلمان ها در ماه حرام جنگ کردن ممنوع بود. اینا غال مغال کردن که در ماه حرام بی عزتی کردن. ماه حرمت که جنگ در حرام بود چند ماه بود؟ 4 ماه بود. کدام بود؟ سیدانش پای در پای است. کدام ماه بود؟ ذوالقعده، ذوالحجه، محرم. رجب هم در بین است. نه؟ یعنی ما فعلا در ربیع الثانی است. با جمادی الله جمادی الثانی بعد رجب. 2 ماه بعد رجب است. والفتنة اشد من القتل، شرک بسیار شدید است از قتل کرده. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، نجنگین به همراه اینا در نزدیکی مسجد الحرام. اینا الله منع کرد. دو جنگ هر جای بجنگین، عالم نزدیک مسجد الحرام. چرا؟ به خاطر حرمت کعبه بیت الله.
اونجا 20 کیلومتر فاصله حرم است، 2 ساعت جنگ نکن. با اینا در اونجا نجنگین. الله میفرماید حتی یقاتلوکم فی، اگه اینا جنگ کردن با شما در حرم، یعنی اگه اینا آغاز کردن قتال با شما دیگه دفاع میکنین، باید میجنگین. فین قاتلوکم فقتلوهم، اگه اینا جنگیدن باید بکشین اینا را، بزنین بکشین اینا را، باید بر شما قتال جایزه. چرا؟ زیرا یا حرمت کعبه را خودشان ریختاندن، یا بسیار ظالم هستند. به می خاطر رسول الله صلی که در مکه داخل میشد، نه سال 8 هجری در بیت الله اوج حرم بود، که داخل شد چی گفت؟ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، کسی در خانه ابو سفیان داخل شد به امن. من دخل داری، خانه خود داخل شد به امن. و من دخل المسجد الحرام، در مسجد الحرام داخل شد به امن است. جنگ نکنین گفت. با داخل شد، چند تا کافرکا جنگ کردن. یکیش اکرمه بود و فرزند ابو جهل، دیگه شم سایل ابن عامر بود. خب اینا استاد شدن که شمشیرها چند تا زدن، ما نمیمانیم. نیرو آمده 5 نفر استاد شد. برک خالد ابن ولید نفر را کرد، ده نمیاره چند تا. اکرمه اگانه اکرمه بچه ابو جهل بسیار رفیق خالد هم بود در جاهلیه، حالا آمد فتح کرد مکه را. یک چند تا جنگ کردن، اون چند شمشیر زدن، گریختن. یا دید که نیرو آمد رفت، فرار کردن، بگریز که نمیگریز. اگر این رسول الله هم باز که گرفت، گفت چی میگین؟ میتونست کل زنایشا بکشه، کل اطفالشا بکشه، خانهاشان در بده. نمیتونست، گرفته بود، ولی کار نکرد. گفت چی فکر میکنین که ما چی حال میکنم به امرایتان؟ گفت ما فکر خیر داریم. گفت اذهبوا و انتم طلقاء، برین آزاد هستین. دیگه گفت نکنین. یک چند تا کافرای بسیار خطرناک بود، امور حکمش صادر کرد که فهمیار نمان. گفت اگر دیدین بیخید پردای کعبه خود اویزان کرده بکشش کن. یک چند دانه بسیار بد بودن. گفت فهمی ظالما را چی کنین؟ دیگه شنی 3-4 تا بودن. فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحیم. اگر اینا منع شدن از کفر شرکشان، فإن الله غفور رحیم، بدون شک الله بخشاینده و مهربان است. فإن انتهوا چه معنا؟ از شرک منع شدن، مسلمان شدن، فکفوا عنهم، بند کنین. چرا؟ فإن الله یغفر لمن تاب و اناب، الله میبخشد کسی که توبه بکنه، رحیم است. این الله میگه که بیاین مسلمان شوید، جنگ نکنین. از این فهمیده میشه که راه نجاتشان اسلام است. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين. و بجنگین به امرای از اینا تا اینکه باقی نمانه شرک، کفر، زور کافر. و یکون الدین لله، و شود دین قانون لله، مختص برای الله. اطاعت تابعداری دین در کل دنیا دین از الله شد. فإن انتهوا اگر اینا منع شدن، فلا عدوان الا علی الظالمین، نیست حمله مگر به بالای ظالما. حمله به بالای ظالم است، ظالمایی که می جنگن. حال الله اینجا یک حکم دیگر را صادر کرد که وقاتلوهم، بجنگین شما. با کی بجنگین؟ المحاربین، کسایی که با شما می جنگن. حتی لا تکون فتنه، تا که بجنگین 10 سال 14 سال جهاد ما چند ساله باشه، الله مثال نیست. حتی لا تکون فتنه، تا اینکه فتنه باقی نمانه. فتنه چیست؟ شرک بیخی مشرک نباشه، نمیگه شرک گم شو، کفر گم شو. باز پسان استثناءات آمده. خب پسان استثناءات آمدگیست. حتی لا تکون فتنه، تا اینکه فتنه باقی نماند. و یکون الدین کله لله. دو معنی چیست فتنه؟ چه معنی؟ زور کفر ختم شو، غلبه کافر، قوتش. این قوتش فتنه چیست؟ کافر که قوی شد فتنه، زیرا مسلمان به زور کافر کرده میره. این میال ببینین که مسلمان ها را به زور کافر کرده رایستن، چیزی را پیسه میتن، چیزی را فشار میتن، چیزی را نمیتون، چیزی را ماشش بند کرده، چیزی را تحریم اقتصادی کرده و چیزی را چیکارا کرده. نه چیزی را تحریم میکنه، چیزی را در لیست سیاه داخل میکنه، چیزی را در لیست سرخ داخل میکنه. اینم تو کارا کرده. این حالی که زور داشت خرابی میکنه. خب
کافر الله که زندگی میته داده. آیات های آخر هم آمده که حتی یات الجزیه حتی مالیات بتن، همیال مالیات 30% به حکومت های ظالمشان میته. 30%. اسلام 5% مالیات بته. آرام زندگی کو، زندگی آرام، تجارت، کسب و کار، جانت مالت مأمن. اما حکومت به تو کافر نباشه، زیرا حکومت به کافر بود خرابی میکنه، ظلم میکنه. حکومت بر مسلمان بود ظلم نمیکنه. این ثابت هم شده. عمر بن خطاب حکومت ایجاد کن، ظلم نمیکن. حتی اموی ها عباسی ها هیچ ظلم نمیکنن سر کافرها. یک کافرها به امن بودن 100 سال، اموی ها تقریبا 500 سال اضافه عباسی ها بود. هیچ عثمانی ها همین کافرها آرام زندگی میکنن. همین این دعا هست نه ما شما ظلم میکنیم سرش نه. یکم دزدا کس و دز خال گروریست مسلمان هم میزنه مالش هم میبره نه. ولی حکومت اسلامی که باشه از اینا جانشان رو حفاظت میکنه. این که یکم قماندان ها آمدن ظلم کردن هندوکش نه، هندوکش هندوها را کشتن جایشان نگرفتن، این کار خودشان دار. این ظلم کردن. اینا اسلام نمیکنه. اسلام ظلم ما نکرده. شرک زور کافر ختم شود. زور کافر کی ختم میشه؟ حال کافر زور داره یعنی می سوپر طاقت کی است؟ و نه معلومه. میگه جان یا قطبی است. اول فلانی است، بعد اون فلانی است، بعد فلانی، بعد فلانی. مسلمان ها این مچم در 120 درجه میه، 130 درجه میه. هیچ مسلمان ها هیچ چیزی نیست فعلا. هیچ چیز نیست. و یکون الدین لله، دین کلش مختص به الله شد. دین چه معنی؟ قانون نظام در روی زمین از برای کی باشد؟ از الله باشد. نظام و قانون از برای الله باشد. دین الله ظاهر باشد و همه ایات حالی باشد. فین انتهوا فلا عدوان الا علی الظالمین. اگر اینا منع شدن از کفر شرک، از جنگ شما جنگ نکردن، شما هم نکنید. فلا عدوان نیست تجاوز مگر به بالای ظالما. کافر به امرای جنگ نمیکنه، با شما دیگه حق کشتنشان ندارین. متوجه شدین؟ شما حق کشتن ندارین. جنگ نمیکنه، تسلیم هستم میگه، تابع حکومت هستم، دولت هستم. میگه چی کار داری؟ حق نداری کشتن. باز اگر کردین فلا عدوان الا، عدوان حمله که است با بالای ظالم است. اینجا عدوان که گفته این مشاکلتن گفته، از جهت هم شکل بودن، چون که اونا تجاوز میکنن، حمله میکنن، شما هم بکنید. و جزاء سیئة سیئة بمثلها. جزای بدی است. فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. اگر شما انتقام میگیرین، انتقام بگیرین به اون قسمی که بر شما جزا داده شد. مثلا کافر یک نفر کشته، یک جای حمله میکنه، یا یک کس دیگه، یک مؤمن، اما یک نفر شما چه کنه؟ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. چی معنی ریختاندن ماه حرام، حد بیعزت کردن ماه حرام در بدل بیعزت کردن ماه حرام است. والحرمات قصاص، ماه حرمت در قصاص و برابری است. اینا الشهر الحرام چی معنی؟ اذا قاتلوکم فی الشهر الحرام، وقتی که اینا با شما می جنگن در ماه حرام. ماه حرام چند ماه بود؟ 4 ماه. جنگ دوجا منع بود. الله در قرآن را بیان کرده. در بسته سال در 4 ماه جنگ نکنید. فعلا حکمش باقی است یا نه؟ اختلاف است. اکثر میگن نه، ختم شد. حال حکمش نیست. بعضی میگن حالی هم است. در 4 ماه اگر کافر حمله کرد بکو نکرد نه. مسلمان حق حمله را نداره، حق تعرض نداره. دلیل کسایی که میگن منسوخ است چیست؟ وقاتل المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافه. هر جایی که مشرکین اگر کنین یوم هر جمعی می جنگن. شما هم یعنی اینی میگن منسوخش کرده. بعضی میگن نه، اوایی که میگن منسوخ نیست، میگن مجاهدین میتونه که 8 ماه عملات کنه، 4 ماه نمیتونه، 4 ماه بند است. اگر کافر حمله کرد باز میتونه. این کافر تعرض نکرد آرام باش. یعنی اگر اینا می جنگن در ماه حرام، فقاتلوا فی الشهر الحرام. الشهر الحرام به شما بجنگه. هر وقتی که اینا حرمت شهر حرامه از بین میبرن، حتی میریزانن، خونتان
حلال میدانند ریختاندن خونه، شما هم تو بکنید. والحرمات و قصاص، ماهای حرمت قصاص برابری است. اگر دمی ما جنگید بجنگید، اگر نه جنگید نه. بعضی ها اینطور هم یک معنا کردن که اشهر الحرام به شهر الحرام ارتباط دادن به جمره رسول الله صلی الله علیه و رسول الله هم در حج عمره رفت، نه حج رفت، عمره هم نبود، حج میخواست بکنه، ماه ذوالقعده بود، خب در سال 6 هجری. اینا چی کردن؟ اینا منع کردن، نمیمانیم، وای که غال مغال و جنجال. خب با وجودی که در ماه حرمت جنگ نبود، وقتی که منع کرد خب بالاخره صلح شد، پیامبر هم دور خورد. اینا را الله میگه اشهر الحرام، مانع شدن شما در ماه حرام به شهر الحرام در بدل شهر حرام است. بعد دیگه سال رسول الله پس در ذوالقعده آمد، عمره قضا که میگن عمره کرد، عمره قضا را انجام داد. والحرمات قصاص، حرمات قصاص است، برابری است. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم، هر کسی تجاوز کرد به بالای شما فاعتدوا، شما تجاوز کنین به بالای او، بمثل ما اعتدى علیکم، به مثل آنچه که اونا تجاوز کردن. چی معنا؟ اگر در ماه حرام حمله کردن جنگ کردن، شما هم در ماه حرام، اگر در دیگه ما کردن شما هم همونطور کنین به مثل، یعنی به مثل ما اعتدى علیکم، یعنی تجاوز نکنین. اگر شما را کشتن، اونا ظلم کردن بسیاره، با شما هم میتو کنین. بعضی از اینمی استدلال میکنه اگر کافر شما را در داد با درش بدی، یا در نداد نه مشکل، در ندی. بعضی هم میتو استدلال میکنه چه قسمی که معامله کرد اما تو. بعضی میگن در دادنش اختلاف است. واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقین، واتقوا الله از الله بترسین، در تطبیق حکم الله، حکم الله را عملی کنین. چه معنی؟ تجاوز نکنین. واعلموا، یقین بکنین، بدانین، باورتان کامل باشه ان الله مع المتقین، بدون شک الله با همراه کی است؟ متقین است. با همراه متقی چه معنی؟ نصرتش، مددش، تاییدش در دنیا و آخرت. الله کی را نصرت میکنه؟ متقین. با وجودی که الله ذاتش به بالای عرش است، ولی مؤمن در دنیا نصرت میکنه، با همراهش است. چرا؟ زیرا الله ذاتش که لیس کمثله شیء، هیچ چیز هم مانند از او نیست. ما تو گفته نمیتونیم که الله با بالای عرش آمد به همراه ما است. این چه قسم است؟ او خب ما و تو هستیم، اینجا بودیم یا جای دیگه نیستیم. الله که در عرش آمد به همراه تو هم است، ولی به همراه تو که هست علم و قدرت، توانایی و ایناش. اکثر صحابه میره میگن علم و قدرتش، قدرت داره، علم داره، نصرت میکنه، عذاب میته، ولی نصرتش به همراه کیست؟ متقی. یعنی تجاوز در جنگ، اخلاق جهاد، احکام جهاد مجاهد باید قبول کنه، ظلم نکنه. اگه کافر هم سر ظلم نکنه. تو نه که سالا را گرفتی هر کافر را گیر کرده کشته میری، نه کار نکنی، و فرق میکنه. وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، مصرف کنین مالتان به خاطر حاکمی کردن دین الله. ولا تلقوا بایدیکم، نپرتین دستایتان را، به دستای خود نیندازین خود را، الی التهلکه، به هلاکت. و احسنوا، احسان بکنین در تمام اعمالتان، کار نیک بکنین. ان الله یحب المحسنین، بدون شک الله دوست داره نیکوکارا را. این آیت در ارتباط چی است؟ در ارتباط عزیز که مالتان در راه جهاد مصرف کنین. اگر مالتان مصرف نکنین باز هلاک میشین، جهاد نمیره پیش، جهاد که نشد هلاک میشین، کافر سرتان مسلط میشه. این آیت در فایده ازی یک روایت صحیح است خب که یک مردی از مسلمانان میگه حمله کرد به بالای لشکر روم، در دوران خلفا بوده خب، به بالای لشکر روم. رومی ها گفتیم که ما در اول مقدمه گفته بودیم نه، امپراتوری روم موجه وجود داشت. این مرد مسلمان که حمله کرد داخل شد در بینشان، تنها یک دفعه فصاح الناس، مردم میگه چیخ زد سبحان الله سبحان الله، القا بیدیه لتهلکه، انداخت خدا بردو دستش در هلاکت. یک نفر داخل شد خدا هلاکت، خودکشی میکنه، چی میکنه؟ مردم چیخ زد. فقال ابو ایوب انصاری، ابو ایوب انصاری چی گفت؟ صحابی است، مدنی از اهل مدینه. گفت انما، گفت تو نکنین این معنا را. گفت دلیلش چیست؟ گفت الله میگه ولا تلقوا بایدیکم
الى التهلکه، خدا به هلاکت نپرتو. گفت این گپ نیست. گفت انما نزلت هذه الآیه، این آیت نازل شد فینا معشر الانصار، در ارتباط ما انصاریا، ما اهل مدینه که انصار هستیم، مهاجرین کمک کردیم. کی نازل شد؟ میگه حین اعز الله الاسلام، زمانی که الله اسلام عزت داد، اسلام قوت داد، و کثر ناصروه، مددگارای اسلام بسیار زیاد شد، کسایی که اسلام کمک میکرد. میگه یا که زیاد شد، اسلام قوت پیدا کرد، ما انصار میگه اهل مدینه چی کار کردیم؟ فقلنا، گفتیم، در بین خود مشوره شد، ششتیم، بین اسلام قوی شد، مسلمان ها قوی شد، مکان فتح شد. خب میگه ما گفتیم که لو اقمنا فی اموالنا، اگر ما قایم شویم، مقیم شویم در مال خود، کاروبار تجارت شروع کنیم، دکان اینا را، فاصلحنا ما ضاع منها، جور کنیم آنچه که ضایع شد، در چه وقت جنگ بود، مال خود دزدانیم، زمینا و باغا، بین که یارا جور کنیم. در این فکر شدیم، فنزلت، این آیت نازل شد، و انفقوا فی سبیل الله، مصرف کنین به خاطر حاکمیت دین الله، ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، خدا به هلاکت نپرتین. بچی بازی چی میگه؟ فکان تهلکه، تهلکه چیست؟ الاقامت علی الاموال، قائم شدن به اموال، تجارت، دکانداری، اینی هلاکت. اصلاح مال، زمین و زمینکاری و قلبه و دیقانی، اینی هلاکت. و ترک الجهاد فی سبیل الله، ترک جهاد به خاطر حاکمیت دین الله. با فما زال ابو ایوب شاخصا فی سبیل الله، همیشه ابو ایوب بلند بود در میدانای جهاد تا آخره، حتی استشهد و دفن بارض روم، تا اینکه استشهد شهید شد و دفن شد در خاک سرزمین رومی ها دفن شد. گفتی ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، است که جهاد ترک نکنین، جهاد ترک کنین هلاک میشین. گفتی اینی طور است. گفتی نیست که جهاد بکنین خدا به هلاکت، جهاد نکنین خدا به هلاکت نپرتین، این تو نیست. انفقوا فی الجهاد و سایر کارهای، ولا تبخلوا، بخل نکنین، اگر کردین فیصیبکم الهلاک، هلاک میرسد به شما، دشمنا قوی میشه به بالایتان. اگر مالت مصرف نکنید دشمن قوی میشه، باز خدا به جهاد به هلاکت میپرتی. و احسین و احسان بکنین، ان الله یحب المحسنین. احسان چی؟ اعمال نیک انجام بتین. احسان چی را میگه؟ ان تعبد الله کانک تراه، به اخلاص عبادت کنین، به اخلاص عبادت کنین. ان الله یحب المحسنین، الله دوست داره نیکوکارا را. پس این گفت این آیت در این ارتباط است. اگر که دیگه معنا داره. خب مثلا یک کسی از این بسیار معنای دیگه هم میشه، آب یخ هست، نه؟ آب بسیار یخ هست، این زمستانه. میگه والا چی شده؟ غسل سرش واجب شد، یک جوان آب گرم نیست، میفهمه که تی آب یخ چی کنم؟ میمرم، نه؟ میره غسل میکنه. این یوم همی ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه. یک صحابی را مریض شده بود، زخمی بود، غسل سرش واجب شد. گفت چی کار کنم؟ یکم تا نیمچه ملا بود در بین از اونا فتوا داد، گفت که تیمم بزن. گفت نه تیمم نزن، غسل کن. بیچاره غسل کرد، تو انداخت، خون جاری شد، مرد. حدیث صحیح است. خب رسول الله هم خبر شد، گفت قاتلهم الله، قاتلوه، کشتندش. گفت الله یاره، گفت بکشه، الله یاره هلاک. چی فتوا داد؟ باز رسول الله هم گفت که چرا شما گفت سوال نمیکنین؟ گفت انما شفاء العی السؤال، علاج جاهل گفت سوال است. الله سالو، چرا سوال نکردن؟ چرا از یک عالم پرسان نکردن؟ خدا هلاک کردن. بخیال عمرو بن عاص در کدام جای بود، آب یخ بود، ضرر بود، چی؟ تیمم زد. رسول الله هم گفت چرا این کار کردی؟ گفت که الله میگه ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، خدا به هلاکت نپرت. پیامبر هم چیز نگفت، تاییدش کرد. خب این اگر که معنای عام داره. مثلا یک کسی مریض میشه، هیچ تداوی نمیکنه، چرا نمیکنی؟ ما متوکل علی الله هستم. میگه متوکل علی الله هیچ نه، بازم تو میمره.
نه تو نکنید دیگه. یکم تا از پیش خود یکم کارا را میکنن. خب زمستان است اسباب گرم کنه نمیگیره، میگم پدرای ما را میخی کشته. خرام جای که زیر یک کمپل خواه میشه صبح میگه که مردگی است. ولا تلقوا بیدیکم الی التهلکه. خدا به هلاکت نپرتاب. چرا تو میکنی؟ الله نعمتها را دادن، جای گرم کو خدا.